این دنیای شما سه چیز را دوست می‌دارد. برادر عزیز، وقتی پیامبر نازنین چیزی را که دوست داشت، دوست داشتن اونم به ذمه ما و شما ضرور هست که ما هم باید دوست داریم. یکم چی گفتن؟ الطیب. دوست می‌دارم که امت من بوی خوش کند. برادر عزیز، امت من بوی خوش داشته باشد، یعنی از خوشبویی ها استفاده کنند. امت من گویم خارزن باشد، خامرد باشد، چقدر آلوفته باشد، چقدر تازه باشد، چه در لباس پوشیش، یعنی چه در خانه‌داریش، چه در مثال خوراکخوریش، در هر کاری که نباشد. پیامبر گرامی میگه دوست می‌دارم که امت من چی باشد؟ امت من تازه باشد، آلوفته باشد، خوشبوی باشد. برادرای عزیز، دیگر بسیاری اصحاب پیامبر وقتی در کوچه می برآمدند، یکی بوی خوش که به مشامشان میزد، میگفت از همین کوچه پیامبر گذر کردگی است، که حتی بوی خوشش کوچه را برادر عزیز فرا میگرفت. و همچنان بسیار حضرت آدمی آلوفته بودن، خودش بسیار انسانی تازه بودن. برای همین بود که میگفت ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیباهای زیباها را دوست می‌دارد. ان الله نظیف یحب النظاف، خدا پاکه پاکا را دوست می‌دارد. چقدر شما تازه باشید، چقدر آلوفته باشید، چقدر شما در خودتان اهمیت بدهید، همه این معنای همین را دارد که پیامبر ما از ما همین عمل را دوست می‌دارد، که ما باید تازه باشیم، ما باید پاکیزه باشیم. این یکی از چیزهایی بود که حضرت گفت من دوست می‌دارم که خوشبوی باشم و همچنان امت من خوشبوی باشم. برای همین است که هر هفته بین حبیب خدا میگه باید حتما شما در هفته مقصد شما باید یک بار یا دو بار کلی بدنهاتون با صابون تازه کنید. این روز الحمدلله که امکانیت باز زیادتر است، ما باید زیادتر خودمون را اهمیت بدیم. نگذاریم که لباسهای ما بویناک باشد، نگذاریم که بدنهای ما بویناک باشد. شما میدونین حتی عبارای فقهی داریم و فی ثیاب البذله، کسی با لباسی که چرک است، بویناک است، نماز خوانه نمازش کراهیت دارد. یکم چیزی را که حضرت گفت دوست می‌دارم، گفتین خوشبویی است. دوم و نساء، دوست می‌دارم زن را برادرای عزیز پیامبر نازنین ما دوست می‌دارد. ولی من قبلا یک برنامه داشتم برای خاطری که همین زندگی زنها را ویران میکنن یا مردکا زنهاشون را احترام نمیکنن. پیامبر همین میگه دوست می‌دارم زن را. وقتی حضرت پیامبر ما پرسیدن از همه بیشتر کی را دوست می‌داری؟ برادرها، ولی امروز اگه گویا که ما آر میکنیم و گویا که ما مثال اگه مردکیم و گویا که اگه ما هیبت داریم و غیرت داریم و در پیش یکدیگر این چیزها را گفتن برای ما عیب است. این پیامبر مکتب غیرت و مکتب جسارت و همه این مکتب بگیم رهبر این مکتب ها بود. ولی چی گفت؟ وقتی گفتن از همه بیشتر کی را دوست می‌داریم، گفت زن عایشه را دوست می‌دارم. در حضرت مقصد ما ای مردکا بود، گفت پدری عایشه را دوست می‌دارم. یعنی وقتی من گویم که زن ما دوست می‌دارم، برادرای عزیز، این معلوم شد که پیروی از پیامبرم هست. که بسیاری، ولی من در برنامه پیشتر قید کردم، بسیاری از خانواده های ما را نمیفارد که من گویم که زن ما دوست می‌دارم، یا میترسم که اگر در پیش کلانتران بگم که من زن ما دوست می‌دارم، حالا که پیامبر ابی از هیچ کس نترسید. چیزی که مسئول بود گفت که من عایشه را دوست می‌دارم. دویم چیزی که برادرای عزیز و گرامی پیامبر گفت من دوست می‌دارم، این زن است. زنهاتون برادرای عزیز دوست می‌دارم، زنهاتون برادرای عزیز احترام کنید، زیرا پیامبر دوست می‌دارد، پیامبر احترام می‌کند. سیوم و جعلت قرة عینی فی الصلاة،
دیگر چی بود؟ سوم چیزی که دوست می‌دارم همیشه گوهرک چشمم فدای نماز. برادر عزیز، یعنی همیشه در داخل نماز ایستادنم، دستکام بندم، بین طریق خشوع و تضرع در پیشگاه خالقم گذارم و الله مهربان و عبادت کنم، در پیشکش راست ایستم، الله مهربان و تعریف کنم، رکوع کنم، سجده کنم. حتی میگه گوهر چشمم، نور چشمم فدای نماز بود. سه چیز را حضرت در بین اصحابش بود دوست می‌داشت، فراموش نکن. یکی خوشبویی، پاکیزگی، تازگی. دو، دوست می‌دارم خانوم دوست می‌دارم، زن دوست می‌دارم، اصلا مادر دوست می‌دارم، زن دوست می‌دارم، نه به خاطر شهوت چرانی، بلکه به خاطر که اینها بگیم یک نقش مهم در جامعه ما دارند. سه، دوست می‌دارم که همیشه پایبند نماز باشم، همیشه در پیشگاه خالقم آفریدگارم دستان بستگی و او را اطاعت عبادت کنم. پس معلوم شد که سه چیزی را که حضرت دوست داشت ما هم دوست داریم.